3 تا اقدام خیلی مهم زمانی که فرزندخوانده شما رفته توی مدرسه و به دوستاش گفته که من فرزند خواندم. یه وقتایی پیش میاد ما به فرزندخوانده واقعیتو گفتیم، این کار خوبیه. فرزندخوانده رفته تو مدرسه کلاس اول کلاس دوم، بعد میاد خونه میگه مامان من امروز به دوستم گفتم فرزند خواندم. یه والد با مهارت تو این موقع ها 3 تا کار مهم باید انجام بده. 1. آرامشتون رو حفظ کنید و عصبی بازی در نیارید. 2. از کودکتون بپرسین چی شده که دلش خواسته در مورد فرزندخواندگیش با یه نفر صحبت کنه. قبلا هم بهتون تو مبحث فرزندخواندگی گفتم گاهی این که کودک فرزندخوانده دلش میخواد در مورد این موضوع با بقیه صحبت کنه دلایل روانشناختی پشتشه. گاهی میخواد توجه بگیره، گاهی میخواد مطمئن بشه که با بقیه بچه‌ها فرقی نداره، گاهی میخواد چک کنه ببینه اگه فرزندخوانده است آیا بازم بقیه باهاش دوست میمونن. و موضوع سوم، حتما با اون دوستی که در مورد این موضوع باهاش صحبت کرده یه مقدار تعاملتون رو بیشتر کنید. اون دوست احتمالاً برای کودکتون یه پایگاه عاطفی امنه و میتونه کمک بکنه به اینکه حتی فرزندخوانده شما نسبت به این واقعیت راحت‌تر کنار بیاد. من همیشه اصرار دارم به این موضوع، والدینی که فرزندخوانده دارن باید نسبت به والدین معمولی خیلی با مهارت‌تر، خیلی آگاه‌تر و خیلی آموزش دیده تر عمل کنن، چون یه فرزندخوانده با مسائلی روبرو میشه که شاید یک فرزند زیستی اونها رو تجربه نکنه. و مثل همیشه تاکید میکنم فرزند پروری هنری قدیمی اما دانشی جدیده. رایمند همگام سلامت آینده. رهسا